سلام برابکس، آلم وایتی هستم. اومدم با یه ویدیو جدید دیگه. میخوام ببینیم که سینوری چیا قراره بیاد. تا آخر ویدیو همراه ما باشین چون یکی از خفن ترین سیزن هایی که پابجی داره میاره. بریم که ببینیم چی اومده. اول سیزن جدید لباسشون نشون میده و اینجا فقط میتونین عکسشون نگاه کنین و اینکه اگه دقت کنین نشون میده که DBSش آپگریدیه لباسش. و اینکه سیزن جدید یه موتور دیگه، اسکین موتور میاد، قابشه، دنساش میاد و یه UMP اسکین. بله این همون DBS آپگریدیه که بهتون گفتم و یه اسکین گوز هم به بازی اضافه میشه با یه اسکین اسکی که میتونید اینجا بخرید. و یه گیرینایی دکی مسیجی که سیزن بعدی به بازی اضافه میشه. و اینکه سیزن بعدی لباسای MV که میاره که میتونید از اینجا RP جمع کنید و بخریدش. و بچه ها شاید باورتون نشه ولی از سیزن M1 2.5 سال گذشته. نمیم چطوری اومده رفت ولی 2.5 سال که از سیزن M1 گذشته. این هم لباس های سیزن M1. همه میرن چپ و من عراس میرم سوبرترینم لای همه این هایا توی کارم بین این همه ورق آستیکم. یه نمه جنگجوام، یه نمه سلجوام، یه نمه خجالتی، یه نمه پرروام، یه نمه هنریم توی جفت پنجمه، یه مور بالا دست راستمه چون گنجمه. موزیکم واسم فقط یه خواب شروع شد کنم تعبیرش نساتتون کلیه. و اینکه یه سیت تا همون لباس آبگردی جدید به بازی حساب میشه که کاراکترش دختره. میتونید تصویرش رو نگاه کنید. و یه خبر پشیمون دیگه که تو سیزن جدید 4 تا لباس آپگریدی بده همین باکس اضافه میشه که واقعا تعجب آوره که چرا پابجی این کارو میکنه. لباس یخی و سیلوانی که همون آبی و این سبز به بازی حسابه میشه به اضافه یه لباس سبز جدید دخترونه که میتونید الان نگاهشون کنید. واقعا نمیدونم چرا پابجی داره این کار رو میکنه ولی کار بدیه دیگه. مثلا طرف پول داره خرج کرده اینه. و اینکه یه خبر جدید دیگه که تو آپدیت گان های مثل SKS و اینا حالت رگباری پیدا میکنن که واقعا فکر کنم بعد خوب مثلا اینا تو حالت سینگل بهترن چرا باید اینا ریل زده باشن. و اینکه احتمالاً رجیسترش اینا رو پایین بیارن، شدت قدرت دمیجش رو پایین بیارن که مثلا خب اگه رگباری بشه اینا که خیلی بد میشه 100% فکر کنم پایین بیارن. و تو آپدیت جدید یه پارکینگ جدید میاد که اونجا میتونی ماشین بسازی. فکر کنم باید پول بدی که ماشین بخریم که تو پابجی هر ماشین که دوست داری میتونی از اونجا سفارش بدی. Come straight from the basement. Dash into the bite in the lane. Talk to me nice, sweat shirt, what you saying? Don't speak on my name. Talk to me nice, come straight from the basement. Dash into the bite in the lane. Talk to me nice, sweat shirt, what you saying? Don't speak on my name. و اینکه تو آپدیت جدید قرار یک گان دیگه اضافه بشه، گان برفیه. چون که یه مودم برفیه احتمال این گان برفی هم اضافه بشه که اگه 2 تا بزنی به انمی تبدیل به آدم برفی میشه و 10 ثانیه نمیتونه هیچ کار کنه. ولی قیافش خیلی خوب میشه. گان خوبیه به نظرم واسه نوبازاری. و اینکه با این گان میتونی یه تپه واسه خودت درست کنی که مثلا انمی اومد نتونه بزنه، کاور بگیری پشت تپه. خیلی گان جالبیه. From Tashkent to Miami Beach, from Miami Beach to Medellin. It's been a grind in the scene. Think the bill I from the pussy me. You ain't gotta talk too much. I'm from the bar alone. I'm spent all I've got. What you doing, shit? Talk to me nice, come straight. یه چیزی مثل ردزون میاد که فکر کنم ردزون برفیه چیه که اگه مثلا از بالا برف میباره اگه بخوره به تبدیل به آدم برفی میشه و 10 ثانیه فریز میشه و هیچ آسیبی بهت نمیرسونه.
پول ها ولی وقت کم تو رو میشونن درخکم رو بیا ولو توی تختم دورم پر عکاس فلش نور رفکن. بچه ها این ویدیو هم تموم شد. ممنون میشم که در مورد همین مود و همین سیزن یک کامنت واسه معنادار واسه همون بنویسین. سابسکرایب یادتون نره، لایک هم کنین ویدیو که به ما انرژی بدین تا ما بتونیم ویدیو جدید واسه تون بسازیم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.